باز هم سلام و درود بینندگان عزیز تلویزیون بدخشان، برنامه پیرامون اندیشه است. منظور شما از تلویزیون بدخشان و چون موضوع پیرامون اندیشه است، ما می‌خواستیم که اندیشه بعضی از شخصیت‌های معتبر ولایت را وابسته به یک موضوع بفهمیم و موضوع امروزه برنامه ما البته قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند است و می‌خواستیم که در گرد این موضوع، در دوره این موضوع چند اندیشه بشنیم و وابسته به این مسئله امروز به استودیوی تلویزیون بدخشان به برنامه پیرامون اندیشه دعوت کردیم معاون رئیس شهر خروخ محترم منصور گل‌احمدشاهیف رو، مدیر بخش عاید به حقوق کودک مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان خسرو رقموف، رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی در ولایت مختار کوهستان بدخشان استاد جانبیک قوزبک، خب نایب رکتور عاید به تربیه دانشگاه دولتی خروخ سامان قربان محمدوف و راهبر اداره اجرایی انجمن طریقه اسماعیل و تعلیم دینی در ولایت مختار کوهستان بدخشان محترم عزیز غیاثوی یک شما رو به برنامه پیرامون اندیشه به استودیوی تلویزیون بدخشان خیر مقدم میگویم و چون است موضوع ما قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم تربیت فرزند است و در جامعه است، امروز خب اندیشه هر یک شما میخواستیم که وابسته به این قانون در شرایط کنونی شهر خروخ، در شرایط کنونی ولایت مختار کوهستان بدخشان بدانیم. مرحمت استاد از شما آغاز می‌کنم. تشکر زیاد. خیلی که شما اطلاع دارید قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت والدین در تعلیم تربیت فرزند قبول شده است و موافق قانون هر یک والدین، مکتب و جامعه برای تعلیم و تربیت نمودن کودکان مسئول می باشند. خیلی که از مشاهده ما میبینیم در اکثریت وقت کودکان ما بسیار به قانون ویرانکنی دچار میشند و ما فقط یک طرفه همه وقت مکتب در این چیز گناهکار میکنیم و والدین یا جامعه در پالو میمونند. اگر ما یگان حادثه امروز یا عموما حادثه‌ای که در شهر و حکومت بیان ما اگر بینیم فقط یک مکتب رو در این چیز گناهکار کردن ممکن نیست. در تربیت فرزند هم جامعه مسئول است، هم مکتب مسئول است، هم والدین. در مکتب کودکان ما فقط 6 ساعت، دیگر وقتا کودکان ما در خانه هستند و در جامعه هستند یا در دیگر مؤسسه های مکتبی یا غیر مکتبی در کروزاک‌های ارخیله اشتراک میکنند. همه شخصانی که به تعلیم و تربیت یعنی وابسته شده هستند و به این کار مشغول هستند باید طلبات قانون رو رعایت کنند و ما باید غلام قانون باشیم. قانون برای همه یک است. فقط مکتب رو در این یا اون حادثه گناهکار کردن این ممکن نیست. خیلی که شما مشاهده میدونید حادثه‌ای که در شهر خروخ به وقوع آمدن، حاضر ما مکتب خوانندگان گناهکار میکنیم. نه، خوانندگان گناهکار نیستند، که من خوانندگان رو سفید کردنی نیستم. در اینجا مسئول هم جامعه است، هم مکتب است و هم والدین. مدام که پسر من تو به وقتی شب به خانه نبیاید، مکتب در اینجا چه گناه دارد؟ در اینجا گناه جامعه است. اگر یگان شخصی کلانسول در کوچه اگر کودک بیند باید اقلا پرسان شود که دخترم یا پسرم شما در این به وقتی در اینجا چکار میکنید؟ باید والدین هم همون فرزند خود پرسند که شما در این به وقتی در کجا هستید. اگر ما یک جای همه قانون رو رعایت کنیم این گونه حادثه در شهر به فکرم صادر نمیشن. یعنی به اندیشه شما در برابر اون که در مکتب تربیت تعلیم میگیرند و در برابر اون که پدر و مادر فرزند خود تعلیم و تربیت میدن بود به فرزند دیگر هم بی‌طرف نباشند. البته همه فرزندان ما هستند، فقط یک فرزند من. تمام کودکانی که در شهر خروخ هستند همه فرزندان ما هستند. ما باید خود بی‌طرف نسبت یگان فرزند. امروز همون چی حادثه ناخوشی که در خانه من میشد پگاه و حتما در خانه دیگر میشد، در محل دیگر میشد، در کوچه دیگر میشد، در گذر دیگر میشد. باید ما خود بی‌طرف در تعلیم و تربیت فرزندان خود رو بی‌طرف نگیریم. البته تربیت کودک و نظارت از بالای کار کودکان این بازی است، یعنی وظیفه جانی مدیر بخش عاید به حقوق کودک در مقامات حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان و استاد اندیشه شما رو. تشکر کردم. چنانه که در اینجا محترم گل‌احمدشاهیف قید کردن،
سال 2011 قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند یعنی که از طرف مجلس نمایندگان و مجلس ملی قبول کردید و به اونجا پرزیدنت این قانون یعنی در قلمرو جمهوری ما عمل کرده شده است. مقصد قبول نمودن چنین قانون که ما میفهمیم دو مشاور آینده جمعیت ما آینده مملکت ما این یعنی به جوانان دخل دارد، نسل نورس رو باید خیلی تربیه کنیم که آینده این دولت خود رو به دست آنها یعنی نسل کلانچون رو میسپارد و از اونو چه خیلی دولت پیش میبرند خود همین روز بود به یک نتیجه برسیم. از این لحاظ درباره حقوق کودکان یعنی که درباره نسل نورس یکسان نه اینکه قانون درباره مسئولیت پدر مادر در تعلیم تربیت فرزند، قانون درباره معارف، قانون درباره حقوق کودک ما یک قطور سندو معیاری حقوقی از طرف حکومت انتشار شده است، تصدیق گردیده است و طبق این قانون یعنی که در قلمرو جمهوری ما زندگی عمل کرده شدیم. لیکن متاسفانه چنانچه که گفتیم عذر مثلا در جامعه والدین والدین گیریم به همین تعلیم دقت میتند از خرسولی لیکن به تربیه گویم که طول کمبودی در تربیه خوانندگان در تربیه کودک نسل نورس هم از طرف مکتب هم از طرف والدین بسیار کمبودی با مشاهده میرسد. نه واقعی که در نزد جوان صادر میشد تو خود نوبالغون گویم که در همین سال 5 مرتبه حقوق بیرونکنی از طرف نوبالغون صادر شد. نو بسته کدام و مدخلی لیکن متاسفانه هر سال این کمبودی از طرف خوانندگان به نظر می رسد و اگر ما مثال گویم که با این کاتگوری خوانندگان دقت جدی نتهیم امروز طبق همین طلبات قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم فرزند یعنی که ما آینده یک پرابلم ها دچار میشیم که مثلا پریروزنگی چیز همین خیلی وای میشد و چنان که معلوم است پدر مادر باید مثلا از خرسولی با کودک باید دقت جدی کن و تو یعنی که با بلاغت رسیدن این کودک تو که با زندگی مستقلانه آمودن این کودک جوابگر هستند. این در خود قانون هم نوشته شده است و خودمون گویم که آدمی که به بلاغت رسید صاحب معلومات شد صاحب در خانه شد و مدت‌دار است که یعنی که مادر والدین خود رو در وقت پیرانسالی نگاه کنند. لیکن در گفته شده که متاسفانه طول به این درجه در لازمی ما نرسیده هستیم و این خیلی قانون شکنی از طرف خوانندگان صادر میشوند. خب از یک طرف قانون شکنی از جانب نوبالغان ولیکن چون بخش است اوید به حقوق کودک یعنی حفظ حقوق کودک مدامی که قانون درباره مسئولیت پدر در تعلیم و تربیت فرزند اجرا نمیشد تو چه اندازه کودک ویران میشد یعنی حقوق کودک در اوشه اجرا نگردیدن این قانون ویران میشد یا نه؟ لیکن در اینجا گفتند که در تربیت کودک پیش از همه والدین نو بسته و پدر است و مادر است و برابر جوابگر هستند. بعد این یعنی که مکتب بعد جامعه گفت که از طرف حکومت هم شرایط حاضر با تربیت کودک شرایط لزومی تشکیل شده است و مهیا است. یعنی که دولت هم مکتب‌های نو ساخته دادند شرایط اوستا یعنی که اون چی پیشتر اینترنت نبود در اینترنت پیشتر گویم که کامپیوتر نبود مکتب‌ها اگر گویم که شرایط حاضره از شرایط پیش برای خواندن مسئول تربیت کودک خوبتر است. لیکن متاسفانه این عهده‌داری خود پدر مادر یعنی که وقتی که پدر مادر جوابگر نیستند من یک چند چیز میتونم دوم برآمد بکنم این مسئله قطعی متاسفانه مکتب یعنی که آموزگار والدین با مجلس پدر مادر نمیبیان
آموزگاران سر وقت گنکی همین سیگنال نمیده. یعنی که اوستا همین خوانندگانی که بسیار بعضی قسم خوانندگان در همون مکتب میخونن گنکی بسیار همین چیز راحت گوش کرد و رفت خطی تیار میکنن. بسیار او در مثال ما بگیم که خوانندگان دشوار تربیه چیستن یکم مثلا مکتب این کاتگوری چیزا رو به ما پیشنهاد نمی کند. گو که در مکتب در ولایت در چیزی ولایت گفتم میخوای ولایت در مکتب خواننده دشوار تربیه نیست. اویله نوسالم نیست. اگر مثلا از طرف خود روبر سمت این چیزا ماموریت مکتب این چیزا رو پوش کرده میشن وابسته به این یعنی خود مکتب خود گویم که بزرگ منتمون کننده مکتب وای پرابلم با مکتب چیز میکند و او در مثال دیده استودن که بزرگ اگر این کاتگوری رو دمون خودی کور نکنیم پکا اونو در کوچه میمونند بی کور بی گویم تربیه بی سواد همیشه مثال بچه ها در متاسفانه در کوچه میمونند این کاتگوری هر سال چیز میشه مثال این سال گویم که قریب 100 کس بیکار گویم که بسیار بعد خوندن مکتب اونجا تحصیل نکردن جو دست که ما این رقم رو عمیق کرده ایستوده ایم در 9 ماه از مکتب ها اخبارات گرفته ایستودن لیکن کاتگوری میموند متاسفانه همون والدین هم با خوانندگان که صنف نو را تمام کردن با اونو هم دقت نمیدن خواننده صنف نو تمام کرده است تحصیلش رو دوام میدن لیکن بسیار بیکاره گشته ایستوده است و پدر و مادرشان در فکر وای نیستن که این در کوچه میموند پگاه این اگر کسب امروز کسب معلومات داشتن در خود یکون کسب یا که کفشیرگر شود. اولا ملت تاجیک پیش از برآوردن قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تربیه فرزند پیش از این قانون خاص ملی بود در ملت تاجیک بخصوص در تاجیکان ولایت مسکونان ولایت مختار کوهستان و بدخشان این به یکان کنسیپس به یکان قانون ما قانون خانوادگی داشتیم قانون همسایگی داشتیم قانون روستایی داشتیم و همین خیلی دیگر قانونی داشتیم که برای مثال قانون خانوادگی همین بود که فرزند در تربیه کلان سالان نه تنها پدر و مادر فرزند در تربیه پدر و مادر اونجا با بیبی و بیبی اونجا با بابا بودن خواهر و برادران کلانتر از همان کودک بودن یک قانون خاص خانوادگی بود همزمان دیگر قانونی که تکیه میکرد بر روحانیان که در بسیار مسئله اگر ضعف در تربیه در تشکیل نمودن چاره‌بینی در گذراندن حتی با ایلاق رفتن مصلحت میکردن و ساعت و روز و وقت را از نماینده که وی با کلام کتاب با روح سرکردوش میپرسیدن. امروز من از ملت بزرگ تاجیک یادآوری میکنم نخواهد که در دنیا 4 مصرعی نبود که 4 مصرعی حضرت سعدی رو در کاخ سازمان ملل متحد نصب میکردن با 4 زبان زیرا که این قیمتترین سخن است و سخن بشری است و خاص یک قوم یک خلق نیست. یادآور میشیم که بنی آدم اعضای یکدیگرند چو در آفرینش ز یک گوهرند چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار با 4 زبان جهانی است. در دنیا بسیار متفکران است لیکن فرزند شرق فرزند تاجیک فرزندی که سخن آفرید بعدتر که میبینیم زمان دیگر شد وقت دیگر شد فضا هم دیگر شد. امروز در یک شهر خاروخ 3 شکل مکتب است 3 شکل آموزش است. تحصیلات در مکتب وی است
مکتب عرفی دولتی است، مکتب پرزیدنتی است، مکتب لیسه آخوان است، با مکتب خصوصی است. با ممکن شکل دیگر مکتب هم پیدا شود. گپ در سر آن است که امروز اون اخبار، اون نمایشی که از تلویزیون میبینیم، از انتناهای پارابولی میبینیم، از اینترنت میبینیم، دیگر این یک دریای پرتلاطم است که در اینجا میتواند کس یا غرق شود یا خود را به ساحل رساند یا در همین تلاطم میماند. ما بعضا یک طرفه با او نمیتیم. من اکادمیک لطفالله پداگوگ مشهور یک سخن خیلی جالب گفتن که گفتن کودک خمچه است و با این خمچه 3 نور روانه است. یکی نور عائله، یکی نور مکتب، یکی نور جامعه. کدام از این نورها با قوت باشند خمچه به آن طرف خم می شود. ببینید پس اینجا بچه من از روی تقاضای وظیفه کاری هم تیز با مردم و مخصوص با ساکنان شهرخور، مخصوصا بعد همین واقعی که شد، واقعی ناخوشی که شد، من در چند مکتب در چند جا با علایده شخصان واخوری کردم. یک نقصی در مردم دیدم که همه بی‌طرف است، قریب که نصف بی‌طرف. کسی نمیگوید که ما چکار کنیم در تعلیم تربیت فرزند کدام مقصد رو پیش آوریم. یگان کس در 210 نفری که ما دین واخوری کردیم یک کس سخن همه والدان بودن. حتی آید تعلیم تربیت فرزند خود گفت نمیزنن. اما برای مثال اینجا ما که جمع شدیم، ما باید اما عقیده اساسی خود باید بیان کنیم. اون چیزی که در دایره دانش من است، شاید وای کفایه باشد، شاید وای ضروری باشد، لیکن این عقیده شخصی است که مرا اینجا و من آمدم اینجا. حضرت حافظ میگوید که گلی که تربیتی دست باغبان ندید، اگر به حوج فلک سر کشد گلی خودروست. یعنی بوی و رنگ همون گل با گلی که در تربیت دست باغبان هست همه خیلی تراوت و خوشرویی و مزگی نداره. ما بعضاً این گناهگار میکنیم، اون گناهگار میکنیم، دیگرش گناهگار. ما همون قو خرچنگ و ماهی بریم، یکی به هوا، یکی به خشکی، یکی به تری، همون کشتی رو کشیده ایستاده ایم که وای از جای خود نمی جنبد. چه هم جهت دنیوی، چه هم جهت دینی، چه هم جهت علمی، چه عرفانی، چه نشده استیم در یک مرکزی که باید ما سرجم باشیم. سرجم باشیم. چیزی که برادران من پیشم گفتن، هر چیزی که رویدادی که در دنیا می شود و زمینه دارد. زمینه باید گفته شود، زمینه باید یافته شود و گفته شود. این از پای وای، وای از پای وای، وای از پای وای، همیشه شب روز روی شب همیشه. و چیز دیگری که من میخواستم در اینجا باید بیان کنم این همین است که اگر امروز تو با بام برآمدن از چند زینه گذشتن و زینه نربان گذشتن، اگر امروز ما در این کار کمی سالنگاری کنیم، امروز کودک است، فردا جوان است، پس فردا کلانسال است و این زینه ها یعنی که اگر نگذرد وای به مراد مقصود خود رسیدن نمیتونن. فردای ما هم جوانان هم کودکان فردای ما هستند. و استاد محترم منصور گلاحمدشاهی و در اینجا بسیار یک چیزی بسیار خوب کرد که ما در کوچه هم بی‌غرض هستیم. اگر یکون چیز در پیش نظر ما رخ دهد، ما یا کور شدن میگذاریم یا یک طرفه شدن میگذاریم. ما باید همه یک مش باشیم. مقصد یگانه تربیه هم همین است که یگانه باشد. یک سخن من از حضرت خلیل الله میگویم، میگوید که
کاروان و ساربان میگفتند. حتی فرهنگ از یک جا سفر کردن از یک شهر به شهر دیگر، تاجران، ادیبان، عالمان در همان کاروان یک جا شده، اشترها با مال به هم بسته همین قافله را میگفتن. قافله شده بعد سفر میکردن. اما در راه زندگی طاقه اگر ایست کنیم طاقه بی‌طرفی از همه بدبختی در جامعه است. و من چون رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، چون فرزند همین دیار و چون ادیب، از کل مردم ولایت مسکنان شهر خاروق تمنا میکنم بیایید با یک دست جمعی، با یک متحدی، با یک مهر محبت به وطن و به خلق و به فرزند خود طرزی کوشش کنیم که به قبل خارق من نگین بدخشان شود. تشکر. و البته گفته که بدبختی است که جامعه بی‌طرف است، ولی که ما فکر میکنیم که دانشگاه باید بی‌طرف نباشد، زیرا که اکثریت جوانانی که در خاروق مسکون هستند و موقتا زندگی میکنند در دانشگاه تحصیل میکنند. خب در اینجا نماینده دانشگاه دولتی خاروق است وابسته به تربیت، تعلیم و تربیت. محرمت اندیشه شما. تشکر زیاد، سلامت باشید. و البته پیرامون این مسئله، البته این استادان سخن خیلی با مورد و خیلی عارفانه، شاعرانه، استادانه سخنها گفتن. و معلوم است که دانشگاه دولتی خاروق به نام موینشاه نظرشوب یگانه دانشگاه است در ولایت مختار کوهستان بدخشان، از در مرکز شهر خاروق. و درست قید کردید که امروز در دانشگاه زیاده از 4000 نفر دانشجویان، یعنی جوانان تحصیل کرده ایستادند و تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. و قبول شدن قانون درباره مسئولیت پدر و مادر، البته به اندیشه من این خیلی با مورد است. و هم سوال به می‌باید که چرا محض همین قانون قبول شد، همین پیش البته لایحه قانون پیشنهاد شد و پس از آن قبول شد. از آن خاطر که جامعه خیلی پیش رفته ایستاده است و ببینید در دایره این حادثه های واقعی رخ دادن خیلی ننگین و همچنین حادثه هایی هستند که رخ دادن که ما شاهد آن هستیم که از تلویزیون، از نوارها چقدر نمایش دادن که اون جوانانی که به هر گونه حرکت ها و گروه ها البته شامل شدن و محض این قانون همین چیزها رو در دایره خود به یک نظام درآورد. و همچنین قبول قانون از آن سبب است که آینده خود رو یعنی امروز ساختن است. و با همین مقصد من چند سخن البته در دایره اون که تا چی اندازه قانون یعنی مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند در دانشگاه دولتی خاروق یعنی چقدر عملی گشته ایستاده است، میخواستم چند سخن بگویم. البته در نقشه چاره‌بینی های که هر ساله دانشگاه در تعلیم و تربیت نسل جوان به نقشه میگیرن، در دایره اون یک قطار چاره‌بینی عملی گشتن الکی و عملی گشته ایستادن. پیش از همه برای اون که این قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر عملی گردد یا که تطبیق گردد، در دانشگاه در هر 320 نفر زیاده 320 نفر آموزگارانی که به تعلیم و تربیت دانشجویان فرا گرفته شدند، هر یک اونا پیش از همه در ساعت‌های درسی هر روزه خود پیش از همه درمون 5 دقیقه درس خود رو البته به تربیت میبخشند و پس از اون به تعلیم دانشجویان آغاز مینمایند. و برای دانشجویان برای در هر یک فاکولته هستند معاونان دکان اوید به تربیت و دوران سرپرستان گروه ها که هر یک سرپرست با در یک هفته یک ساعت سرپرستی دارد. محض در دایره همین قانون اندیشه ها، چاره‌بینی ها نقشه گذاری میکنند و اون رو عملی می نمایند.
و درباره اون کی هستند اون نفرانی که دانشجویانی که تو اندازه دشوار تربیه هستند، یعنی چی کارو میکنن با اونها، یعنی برای تربیه اونها خوبتر شود و اون راههایی که مثلا سرپرستان با اونها صحبت میکنن و چون البته یک چیزی که هست از تو اندازه اگر گوش نکنه است برای تربیه را خوبتر برای موندن تو اندازه رابطه پیدا میکنن با والدان اونها. مثلا دانشجویی که با درس ها زیاد اشتراک نمیکنن، یعنی بی سبب با درس ها اشتراک نکنن، دانشجویی که خواندنشان خیلی سست است و همون سرپرستان وظیفه دار هستند در که با والدان اونها یک رابطه داشته باشند، رابطه پیدا کنند و هم بسیار موردها والدان اونها رو دعوت میکنند به دانشگاه و با اونها صحبت میکنند. مثلا فرزند این طالبین من همین مشکلات های داره در تربیه در تعلیم گرفتن و البته این در برابر اون که هر یک سرپرست با دانشجویان کار کرده ایستاده است، موافق نقشه چاره‌بینی ها یک قطار چاره‌بینی های هم برای تربیه دانشجویان، هم برای تعلیم آنها، هم برای پیشرفت علم و دانش آنها و هم برای معنویات و اخلاق آنها یک قطار چاره‌بینی در طول سال البته میگذارن. هم برنامه های تلویزیونی هم هستند، برنامه های اخلاقی معنوی در خود دانشگاه گذرانده می شوند. برای سالمی آنها یک چیزهای چاره‌بینی های ورزشی و همه اینها یعنی برای تعلیم و برای تربیه هر یک دانشجو برای مانده شده است و من اطمینان کامل دارم یگان آموزگار در این جوده بی‌طرفی ظاهر نمی کند و ریاست دانشگاه با تمام آموزگاران، کل آموزگاران و هیئت پروفسوران استادان برای در عمل پره همه طرفه تطبیق شدن این قانون درباره مسئولیت پدر و مادر البته کوشش های زیادی به خرج دادن و البته کوشش زیادتر به خرج خواهند داد. خب تشکر زیاد است و میخواستم در اینجا بپرسم مدامی که در جامعه ها اگر فضا کمی ناامن شود تو چه اندازه دانشجویان دانشگاه دولتی خرمشهر حساس میباشند، یعنی این چیزها رو قبول میکنند؟ این درست است. این البته برای هر یکی ما و شما معلوم است، روشن است که جامعه و جامعه و دانشجویان تاثیر زیادتر دارند و به همین واسطه انا اون چیزی که ولسه که درست پیش رفت دادن و برای اون که یعنی دانشجویان به همین چیز را دادن نشوند، به هر گونه گروه ها شامل نشن، به همین خاطر دانشگاه دولتی خود یک جلسه فوری دعوت کرده شد. همه دیکان های فاکولته وظیفه دار کرده شدند تا با هر یک گروه با هر یک دانشجو یعنی صحبت علاوه داشته باشند، یعنی بغیر از اون ساعت‌های درسی خود، یعنی با هر گروه همین مسئله موردی محاکمه موردی بررسی قرار دادن و البته جهت‌های منفی اون رو روشن‌تر به هر یک دانشجو فهمانده دادن تا فضای بدخشان، فضای آرام ما یعنی چی کنیم اون ناآرام نگردد. برای ما البته معلوم است صلح و ثبات بهتر است. چرا که ببینید دانشگاه دولتی خروق در پرتو همین صلح و ثبات چقدر پیش رفتن و اون چیزی که برای ما در نظر است بنای نو تعلیمی دانشگاهی که با فکرم 6-7 سالانه میشد در نظر است، همون برای ما برای هر یک دانشجو برای آموزگار همون بهتر است، همون فضای صلح و آرام. بله تشکر زیاد و به هر حال گفتن که ادب توجیه است از نور الهی و چون در زندگی آدم دو جنبه دارد، یعنی از دو طرف تربیت میگیرد، یکی این طرف روحانی است و چون در اینجا نماینده انجمن تعلیمات مذهبی طریق اسم مولد در ولایت مختار کوهستان بدخشان استاد عزیز زیاد هستند، از جهت از نقطه نظر اخلاق و معرفت تربیت جوانان باید چگونه راه اندازی شود؟
تشکر زیاد و با عرض بسم الله الرحمن الرحیم و سلام به همه بینندگان تلویزیون بدخشان. و من سخنم را از اون شروع می کنم که اینجا شخصیت های معتبر جامعه، معلم دانشگاه، سیاستمداران، اعضای حکومت موضوع را از عائله شروع کردند و من میخواستم که بگویم که عائله در جامعه مسلمانی این را میگویند که حلقه اساسی جامعه مسلمانی این عائله هست. و البته تاجیکستان کشوری است که همچون بر اساس قانون اساسی دولت، یعنی بر اساس اساسنامه دولت، یک دولت حقوق بنیاد دموکراتی می باشد. اما شهروندان این کشور بیش از 90% بالا همه مسلمان هستند و چون مسلمان هستند مسئله عائله و تربیه عائلوی خیلی مهم است و وقتی که اسلام برای عائله همچون مقام را یعنی ارزش می‌دهد که عائله در جامعه مسلمانی حلقه اساسی اجتماعی می باشد، این خیلی مهم است که هر یک عضو جامعه که مسلمان است این را باید بداند. و از اینجا برمی بیاید از این سخن که پیشرفت و آبادی جامعه، امن و امانی جامعه، ترقیات جامعه به صفت عائله های ما وابستگی دارد که یعنی تا چه اندازه عائله ما به همان طلبات هایی که از نگاه ارزش اخلاق اسلامی هستند جوابگو است، این بسیار و بسیار وابستگی دارد. بنابراین فکر میکنم که ما باید فراموش نکنیم که همچون یک جامعه مسلمانی ما یک یعنی پروسه های تاریخی را از سر گذراندیم که آنها به عائله و عائله داری ما، به تربیه عائله داری ما، به ارزش های عائله داری و عائله ما تاثیر منفی هم رساندند. و امروز هم که ما در عصر 21 زندگی میکنیم این تاثیرات های منفی بازم زیادتر میشن، مخصوصا بر اثر آن فضای اطلاعاتی بازی که امروز است در تمام عموم جهانی که ما دسترسی به تمام فضای اطلاعاتی داریم، از خود کودکان سر کرده تا نورسان و تا جوانان. اما مشکل این است که والدین از این فضای اطلاعاتی آنقدر باخبر نیستند و معلوماتشون خیلی زیاد درباره این نیست. یعنی تاثیر فضای اطلاعاتی عصر 21 بیشتر است به فرزندانشان از آنکه پدر و مادر به فرزندشان تاثیر میکنند که این چیز بسیار مهم است. اما مسئله این است که مسئله ارزش عائله داری و مسئله ارزش عائله همچون یک یچیکه اساسی جامعه مسلمانی همان ارزش خود را تا به همین روزم که به عصر 21 آمده است گم نکرده است و برای هر یک مسلمان ابدی است و ما باید ارزش یعنی عائله های خود را در پایه آن ارزش های عائله داری که دین مبین اسلام که همه آنها ارزش های اخلاقی هستند تشویق می کند، باید با آنها دقت جدی داشته باشیم. آنها در عصر 21 هم دیگر نشده هستند آن طلبات، آنها در عصر 23 هم دیگر نمیشند و آنها در عصر 24 و 30 هم دیگر نمیشند. یعنی من چه میخواهم گفتن؟ عائله از نگاه عائله مسلمانی، از نگاه تعریف میگوید که عائله این یعنی در اسلام عائله این در میان فقط زن و مرد و فرزندان محدود نیست. در اسلام امروز جامعه هایی هستند که در آنجا عائله در گرد این سه یعنی گوییم که پدر و مادر و فرزند محدود است، یا بعضا عائله هایی هستند که در آنجا فرزند هم نیست و اون را هم عائله میگویند. اما در اسلام عائله مفهوم خیلی وسیع دارد
آیله مسلمانی وقتی که میگوییم آیله مسلمانی ما خیلی وسیع است. در آیله مسلمانی حدود آیله از پدر و مادر فرزند بیرون می رود. در تعلیمات ما همه پدر است. تقا پدر است. خاله و همه به مقام مادر هستند. همسایه نزدیکم. همسایه نزدیکم یک کلان جامعه. لیکن من در حدود عائله میگویم مثلا فرزندان همه که من برای من خواهر و برادر هستند. خواهر و برادر هستند. و ارزش عائله مسلمانی که میگوییم یعنی این مناسبت ها در همین حدود. مثلا اگر جامعه دیگر شاید باشد که و جامعه هستم که مثلا در اونجا بابا و ماما دیگر نبیره در قصه اونا نیست، مثلا به حال و حوال اونا فرقش برای وی نمی کنند. لیکن در ما مسئولیت است که بابا و ماما هم آنها جزو عائله هستند و آنها کلانهای خانه هستند. ما به ارزش‌هایی که پیشتر نگاه میکنیم که آنها یعنی باید تمام دها برای هر کار از دها و دست آنها گرفته شود. یعنی به این من چی میگویم؟ به این خلاصه گفتنی هستم که امروز که ما وقتی عائله میگوییم آن عائله‌ای که ما به طور تام آن را میگوییم که عائله‌ای که در اسلام همچون یک حلقه اساسی اجتماعی حساب میشود، این عائله در زیر تاثیر این گزارش‌هایی که بعد پاشخوری شوروی به وجود آمدن و زیر تاثیر بعضی مثلا ممکن زمان شوروی این عائله کمتر امان وظیفه خود را از دست دادن، دور رفتن و حاضر یک مشکلات و یک وظیفه و مسئولیت همه ما این است که امان عائله را باز به مقامش چکار کنیم؟ برگردانیم. اینجا برادر من جانبی تا یک اندازه اشاره کردن. مثلا در عائله پدر است، مادر است، فرزند است، نبیره است، بابا است، ماما است. از نقطه نظر تعلیمات دین اسلامی همه اینها در نزد همدیگر چه هستند؟ وظیفه و مسئولیت دارند. مثال ساده که یک خواهر و یک برادر، خواهر و برادر در نزد همدیگر مسئولیت دارند. مسئولیتی است که یعنی باید برادر در نزد خواهرش اجرا کند و مسئولیتی است که خواهر باید در نزد برادرش اجرا کند. زن و شوهر در نزد هم مسئولیت دارند، مسئولیت هایی که از نگاه ارزش خانوادگی هستند که هر دو طرف باید آن ارزش ها، آن وظیفه و مسئولیت های خود را چکار کنند؟ رعایت کنند. اگر آنها رعایت نشوند، همین حلقه کوچکی که اساس جامعه هست این حلقه ویران میشد. اون وقت جامعه چی میشد؟ ویران میشد. ما جامعه را سرجم درست کردن نمیتونیم. برای همین خیلی مهم است که ما باید در گرد موضوع عائله صحبت‌های بیشتر داشته باشیم، چون که این صحبت بسیار دامنه‌دار است و من خواهش میکنم که مثلا تلویزیون بدخشان از روی برنامه محلی باید در گرد این موضوع عائله با دعوت کردن شخص‌های برومند، دانشمندان، شخصان مثلا که آنها سابقه خیلی زیاد دارند در جمعیت، آبروی احترام دارند، عائله هایی هستند که فرزندان زیاد خوب را به وی رسانده هستند، جوانان هستند که عائله خوب دارند و با فهمیدن نظر جوانان یک دایره های صحبتی را تشکیل کنند که برای برقرار کردن همین حاصل عائله باید ما صحبت کنیم و عائله را به همون جا برقرار کنیم. چون گفتید که عائله البته تکان دهنده اساسی است، این مهم است، ولیکن واجب است در اینجا یک چیز دیگر را شما بپرسیم. طبیعی است که بعضا وقتا تربیه دینی و تربیه مذهبی به معینه جوانان بیشتر تاثیر میکنند. خب از نقطه نظر تعلیمات دینی اکنون این اصول رو چگونه باید استفاده کرد که تو ماهیت امین قانون تعلیم و تربیه فرزند یعنی توسط فهمش دینی و توسط تعلیمات دینی در ذهن جوانان جا بگیرد؟ البته این چیز بسیار مهم است و شما میدانید که تعلیم این یک روند دور و دراز است، این یک پروسس است. این یک بار خود از خود حاصل نمیشه. شما میدانید که وقتی که یک کودک را در مکتب یک تربیه اخلاقی میدی، معلم در صنف برای وی میفهماند که این خوب است و این بد است.
و برای وی خوب و بد را جدا میکند و نشان میده. این کودک از مکتب میبراید. کودک همه چیز میفهمد، لیکن در وقت برگشتن به عائله یا برعکس آن را از کلانسال در کوچه میبیند یا در خود عائله برعکس همون چیزی که معلم برای وی گفت در خانه میبیند. تعلیم دو طرفه میشه. تعلیم دو طرفه نمیشه، یعنی آموزش هست لیکن حمل آن را وی برعکس میبیند. فهمیدید؟ مشکل این است که یعنی آن چیزی که معلم با وی در همون یعنی مکتب تعلیم داد، اگر وی عکسش را حملش را در وقت مثلا در کوچه رفتن به خانه از یک کلان از یک بزرگسال نبیند و رود در خانه آن را حس نکند، در حمل وی را نبیند، آنگاه این اثر نمی کند، چون که این نظریه می شود، این فقط فهمانده می شود. برای همین اینجا هم است که ما مشکلاتی داریم که عائله هایی داریم که تعلیماتی که فرزندانشان میگیرند اما تعلیمات خوب را، همه خوبی را در عائله دریافت نمی کنند. این هم مشکل است. انا برای همین خیلی خوب است که این مسئله ها را از روی تلویزیون یعنی بررسی کنیم که انشالله خدا توفیق دهد که همون پدر و مادر در پیش آینه نیلگون در خانه نشستگی باشند و همین گپا را شنوند و به آنها تاثیر کنند، چون که آنها را امروز ما با مکتب آوردن نمیتوانیم. یعنی این مسئله خیلی مهم است. مسئله ای که وابسته به ناهمنی که مثلا دو روز قبل شد، البته جامعه این خیلی است که یعنی همیشه جامعه که هست مشکلات ها هم همیشه هستند، یعنی مشکلات بی مشکلات نمیشه. بله. جامعه ایدئالی در یگان جا نیست. اما برای ما خیلی مهم است که ما باید بفهمیم که خیلی مهم است برای جامعه مثل ما، یک جامعه کوچک، شماره ما زیاد نیست نسبت به دیگر ملت ها و خلقیت های بزرگ، و وقتی که می بیاییم به بدخشان با جامعه کوچکتر می شود. مشکلاتی که پیش می بیاید در روبروی مشکلات حل مشکلات است. یعنی ما جامعه امکانیت دارد که آن مشکلات را حل و فصل کند. برای همین ما باید جستجو کنیم که کدام راه حل های آن مشکلات هستند که به منفعت جامعه شان، نه به ضرر جامعه. و برای ما، مخصوصا برای ما از نقطه نظر تعلیمات ما این است که برای ما هیچ وقت یعنی اجازت داده نشده است که ما باید در یک خشونت وارد شویم. برای ما هیچ وقت اجازت نشده است و ما همیشه این را میگوییم که ما در یک کار غیر قانونی وارد شویم. برای ما هیچ وقت اجازه نشده است که ما باید در یک بی‌نظامی وارد شویم. این روحیه تعلیمات دینی ما نیست. این نیست روحیه تعلیمات دینی ما. و فکر میکنم خلاصه میکنم با یکی از سخنان مولانا حضرت میگوید که اشاره میکند به جماعت که میگوید که اگر شد شما در روزگارتان به مشکلاتی دچار شدید، شما بفهمید که در میان جامعه زنان و مردان خردمند هستند و شما حتما به آنها مراجعت کنید. و من باوری کامل دارم که این زن یا این مرد خردمند برای شما راه درست برآمدن از این مشکلات را چه میکند؟ نشان میکند. بنابراین جوانان ما، نورسان ما، کودکان ما باید طوری تربیت شوند و طوری باید دانند که مشکلات همیشه پیش رو می بیاد، اما راه حل آن مشکلات کدام باشد که طرز آن را حل کنیم، از روی راه حل کنیم که آن را برای ما چه دهد؟ سعادت دهد، نه اینکه برای ما مشکلات دیگر را پیش بیاد. برای همین ما باید در همین موردها یک کم در تحمل کنیم، صبوری را پیشه کنیم و فکر کنیم که در حل این مشکلات با کدام شخص باید مراجعت کنیم. آن وقت ما راه درست حل مشکلات را، مسئله ها را یافتن میتوانیم.
دیروز وقتی که از دوشنبه برگشتم، یک برادر ما دیگر از مسکو قدیما آمدن و وقتی که در راه دیدیم مثلا این راهسازی و آبادی که مثلا در ناحیه شمس الدین شاهین میگذرد آبادی ها، میدونه آدم چقدر هوس میکند، آدم چقدر یعنی روح بلند میشه. روح بلند میشد که آرامی چه معنی دارد، آسایشی چه معنی دارد، صلح و صلاح چه معنی دارد. ما هیچ وقت حق نداریم که مثلا همین نعمت بزرگی که خداوند حتی این کشور کوچک کرده است و با چقدر زحمت ها این به دست آورده شد، این خلقدار شود، این برای هیچ کس بخشیدنی از طرف خداوند نیست. برای همین ما باید همه مشکلات خود را از طریق مصلحت، گفت و شنید، مراجعت به شخصانی که خواه زن باشد خواه مرد که خردمند هستند در جامعه، از طریق این مصلحت ها حل و فصل کنیم. خب تشکر زیاد و امیدوار هستیم که حقل سالم پیش میگیرد و ما جامعه یک جای، جامعه بدخشان یک جای شده، اون مشکلات هایی که پیش میان اونها رو غالب میبریم و در آبادکاری ها سازنده کار میشیم. و این بود اندیشه کارشناسانی که امروز در برنامه ما اشتراک کردند و پیرامون موضوع تعلیم و تربیت فرزند برای بینندگان اندیشه خود را بررسی کردند. برای شما بار دیگر خیر مقدم میگیم. تشکر.